در مورد از ریش گپ میزنم و کس خفه نشوه. کس خفه میشد ریش خود اعلا کنه. صحیح نه؟ کس خفه میشد ریش اعلا کنه که خفه نشوه باز آینده. یو گپای دین است نه. ریش همیشه من میگم که واجب است، واجب. حتی بعضی از مذاهب میگن که ریش فرض است، فرض. بعضی از مذاهب میگن ریش فرض است، خو اکثر به این هستن مذهب خود ما و شما است که واجب است. و طریقه رسول الله بلکه طریقه تمام انبیا، کل انبیا کرام ریش داشتن. حضرت هارون علیه السلام زمانی که موسی علیه السلام آمد از کوه طور قار بود، هارون علیه السلام از امی ریشش گرفتی تو از امی پیشانیش. هارون علیه السلام برش میگه لا تأخذ بلحیتی، ای برادر مرا از ریشم نگیر. علی که ریش کوتاه باشه گرفته میشه؟ نمیشه. نی یگان تا باز چی بانه میکنه. ما باز یک تحلیل ما هست خو که از کم کردن کرده، این کم کردن نیست، کوتاه کردن. گناه ازی از کل کردن کرده زیاد است. بگو چرا؟ گناه خو که از قبضه کم بود، کم کردن و کل کردن هر دویش گناه است. نی مرتکب حرام است. انسان بپذیره که ما ناروا میکنم و الله توفیق بده که از این عمل دستبردار شو. انسان مسلمان باید به می فکر باشه، باز الله توفیق هم میده. الله باز یک وقت شو که توفیق بده تو را د فکر ازی باشه مسلمان که دمای کار ناروا هست، الله توفیق بده که ازی دست بگیرم. صحیح؟ حال زمانی که یک انسان ریش کل میکنه او رو بگویی که می ریش بان، میگه الله توفیق نصیب کنه، خوب میگی، مناسب خوب میگی. همین تو میگه نه؟ مناسب خوب میگی. اگر یک ذره ریش داشته باشه اینقدر، ای که ماشین میکنه، این رو بگویی ریش، میگه اینه نمیبینی، اینه ریش، در حالی که خود ریش نمیه. و ما بگویم نگویم، ما چی میگم؟ دی ریش که بیخی زدی الله را خفه کردی، خو زن خوش ساختی. دی ریش هم زن خفه میکنی، هم الله را خفه میکنی. یک گناه است. پس چرا الله اکبر. یگان گناه های بی لذت، یگان گناه های چیز بی لذت. بسیار گناه های هست که در او یک مدت تا یک وقت لذت هست، لذت ظاهری، پس خفگان و پریشانی و ملامتی داره. خود دم یک مرحله، یک چند دقیقه، یک چند ثانیه لذت از دو دزدی است، خدای ناخواسته دور از حاضر مجلس ما زنا است، دگه بدبختی است. اما بعض گناه های هست که بی لذت است. به طور مثال ریش زدی، چی لذت بردی ازی؟ یا پاچارا ایقا آویزان ماندن که بجلکا همیش دیش پت باشه پوشیده باشه، این میشه گناه بی لذت. گناه بی لذت در حالی که در حدیث وعیدات آمده بایی، بسیار وعیدات آمده، این میگن گناه بی لذت. پس الله توفیق نصیب بکنه که با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، با لباس رسول الله ملبس باشیم و با مو طریقه پیش بریم. امی که ریشا نقشه میندازه و دگه میکنه و دگه یگان نفر دیده میباشه در یگان سریال و فیلم و خوشش آمده، کوشش میکنه مو رقم خود جور کنه. همین طور است نی؟ لباس خود را، فیشن خود را. صحیح. حال زمانی که ما با پیامبر خود محبت کامل داشته باشیم، از دل با پیامبر خود محبت داشته باشیم، نشانه محبت ایست که ما در عمل خود، در وجود خود سنت رسول الله مبارک را عملی بکنیم و طریقه پیامبر خوش ما بیاید. این نشانه محبت با رسول الله صلی الله علیه وسلم است. یک نفر میگه که ما با رسول الله مبارک محبت دارم و طریقش هیچ در فکرش هم نیست، دروغ میگه. دروغ میگی. اگر تو محبت میداشتی خود امو رقم جور میکردی. یک کس که خوشت میآید کوشش میکنی امو رقم خود جور میکنی. همینطور هست، یعنی حقیقت همینطور هست. گفتم کس خفه میشه ریشی لا کنه، خفه نشو بس. ریشی الا کردن خو هدف مدهی بود که ای توهین، اهانت یکی گناه است. یک گناه است یک نفر ریش میزنه
گناه است، گناهگار است، توبه کنه و امی فکر داشته باشه که الله به من توفیق نصیب کو که از این گناه دستبردار شوم. یکی با توهین و مسخره و اهانت و تحقیر هست. تحقیر ایره باید داشته باش که تحقیر و توهین یک سنت و یک مستحب دین اسلام، توهین و تحقیر و اهانت و استهزاء از او انسان را به کفر میرسانه و از اسلام بیرون میره. استهزاء این مجالس ما بسیار متاسفانه اکثر مجالسی که ما میشینیم باز میبینی که مجلس در مذاق و در مسخره به حد میرسه که توهین و تمسخر و اهانت و استهزاء به یک جزء اسلام، یا به نماز، یا به ریش، یا به لنگی، یا به یک کار دیگه اسلام تمسخر و شوخی مجلس از حد میگذره. باز این بسیار خطرناک است. یکی نماندن ریش است، گناه است، انسان گناهگار میشه. اما یکی تمسخر بر ریش است، اهانت ریش، استهزاء بر ریش، ای که از انسان کافر میسازه. و بسیار دیگه احتیاط بکنیم که خدا ناخواسته مجلس از تفریس ساتیریس به حد باشه که از دین بیرون نشویم. ما که پای خود ما باید از دین بیرون نکنیم. خداوند نجات نصیب بکنه. آمین بگوین.